چشم اگر حق بین نباشد کور بودن بهتر است، دوست اگر همدرد نباشد دور بودن بهتر است. به قدر یکدیگر برسید، زیرا هر 3 ثانیه پس از دنیا یک نفر می‌گذرد. شاید در نوبت ما یا شما باشیم. پروردگار را یک ذهن آرام، یک تن سالم، یک خیال راحت، یک روز زیبا، یک خبر خوش و یک خرسندی از ته دل را نصیب دوستانم گردان. خداوند همه ما را در پناهش نگهدار باشد.